درود بر شما بینندگان گرامی. با یکی دیگه از برنامه‌های ناگفته‌های تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که امروز برای شما تدارک دیدیم در ادامه برنامه 2 هفته گذشته است که در مورد جنایت و کشتار مخالفان توسط ساواک و واواک هستش. در ابتدای برنامه از همه دوستانی که در این لایو شرکت کردن و بیننده و شنونده برنامه ما هستن نهایت تشکر ازشون دارم و ازشون خواهش میکنم که این برنامه را به اشتراک بذارن که دوستانشون بتونن از این برنامه استفاده بکنن. برای اینکه این فقط یک برنامه لایو معمولی من فکر میکنم نیست، برنامه است تاریخی برای آگاه کردن کسایی که از تاریخ یا اون چیزایی را که ما میدونیم شاید واقعیت نباشه یا اینکه خیلی چیزا را اصلا ناگفته هایی هستش که در مورد تاریخ به ما نگفتند و نمیدونیم. و از همین دوربین از همه دوستانی که در مورد حرفایی که در این برنامه زده میشه مخالفتایی دارن یا اینکه طیف فکریشون با اون چیزی که مهمانهای برنامه ما میگن در تضاد هستش یا اینکه مخالفتی دارن، لازم نیست حتما بیان توی کامنت ها صحبت بکنن یا اینکه اونا را مورد هجوم قرار بدن. ما از همه عزیزانی که صاحب نظر هستن، تاریخ ساز بودن، در این تاریخی در یک مقطعی از تاریخ ایران زندگی کردن، ازشون دعوت میکنیم که تشریف بیارن تو همین برنامه جلوی این دوربین که یک دوربین کاملا بی‌طرف و آزاد هستش، با بینندگان ما صحبت بکنن، نظرشون رو بگن. حتی اگر کسانی که طرفدار حکومت جمهوری اسلامی هستن، کسایی که طرفدار حکومت پهلوی هستن و چیزایی را در اون تاریخ دیدن که فکر میکنن خوب هستش و فکر میکنن خدماتی انجام شده، بیان اینجا صحبت بکنن که بینندگان ما و دوستان ما با این طیف فکری هم آشنا بشن. و در برنامه‌های گذشته ما در مورد درود بر شما آقای زمانی، خوش اومدید به برنامه ناگفته‌های تاریخ. تشکر. خیلی ممنون. آقای زمانی دوربینتون یه مقدار بالا هست، اگه یه مقدار درستش بکنید. دوربین میگن بالا صدام نمیاد. در برنامه‌های گذشته ما در مورد پلیس امنیتی حکومت‌های پیشین و اینکه از چه زمانی شروع شد، هدفش چی بود و که این پلیس امنیت تشکیل شد هدفش چی بود و اینکه در نهایت به چی ختم شد و خدمت شما گفتیم. و در این برنامه می‌خوایم در مورد اینکه عاقبت این کسایی را که در این پلیس امنیتی که کار میکردن وقتی حکومت ها سرنگون شدن به کجا کشید و چه اتفاق براشون افتاد را با هم صحبت کنیم. ما میدونیم که در همه جوامعی که دارای سیستم های استبدادی هستن، این حکومت ها دارای دستگاه های عجز و طویل امنیتی هستن تا بتونن قدرت خودشون رو حفظ بکنن. در سایه این سیستم قدرت و با قدرت سرکوب بتونن به ظلم مردم و اینکه غارت مردم بپردازن و به حکومتشون پایه های حکومت خودشون رو بتونن محکم نگه دارن. ولی در سیستمی که به حالت دموکراتیک باشه یا سیستمی که مردمی باشه، در این سیستم ها ما احتیاجی به چماقدار برای سرکوب کردن مخالفین و مبارزین نداریم و یا اینکه لازم نیست که حتما یک عده‌ای مأمور بشن که جامعه را به حالت خفقان در بیارن که کسی اعتراضی نداشته باشه یا مخالفتی در مورد سیستم نداشته باشه. سیستم هایی که اعتراضات مردم را با استخدام کردن یک عده لومپن و چاقوکش و نیروهای سرکوبگر از بین میبرن و کنترل جامعه را به طور مطلق به دست میگیرن، اینا خودشون میدونن که در حرکت یا حکومتی که در پیش گرفتن در خلاف جهت منافع مردم هستش. سیستم هایی که از افشاگری مطبوعات، رسانه ها و همچنین آگاهی مردم وحشت دارن، سیستم هایی هستن که سعی میکنن جامعه را کنترل کنن
و به چپاول و اجحاف حق مردم بپردازند. در حکومت پهلوی و حکومت جمهوری اسلامی بودجه عظیمی از کشور برای خرج حفاظت از دیکتاتورها در مقابل معترضین و مخالفینی که به صورت فراقانونی حکومت میکردن یا میکنن صرف میشه. حکومت ها به مرور زمان وقتی از مردم فاصله میگیرن قدرت سرکوبشون رو تقویت میکنن. وقتی حکومتی که مردمی باشه در جهت منافع مردم حرکت بکنه، مثل دوره‌ای که دکتر مصدق یا امیر کبیر در این کشور حکومت دولت داشتن، اونا نیازی نداشتن که بخوان از یک عده سرکوبگر برای خفه کردن مردم یا خفه کردن جامعه استفاده کنن. البته با نگاهی مختصر به تاریخ میبینیم که در دهه اول حکومت محمد رضا شاه پهلوی هم دقیقا زمانی که حکومت ایشون در مسیر قانون حرکت میکرد به دستگاه مخوف و جنایتکار و سرکوبگر احتیاجی نبود. زمانی این احساس به وجود اومد که تصمیم گرفتن ساواکی در کشور ایجاد بکنن که جای حکومت مشروطه سلطنتی شاه و حکومت غیرقانونی و کودتا گرفت. کودتایی که به کمک نیروهای غارتگر استعماری بر اریکه قدرت تکیه زد. در واقع هر چقدر که این حکومت‌ها به یک تصمیم تک نفره میرسه و از مردم فاصله میگیرن، احتیاج بیشتری دارن که بخوان از سرکوبگر برای آرام کردن مردم یا خفه کردن مردم استفاده کنن. در همین جامعه امروز ما به حکومت جنایتکار آخونده نگاه کنید. اولش که خمینی سر کار اومد قدرت رو گرفت، چون مردم هنوز آگاهی و شناخت از تفکر فکری ایشان در خط فکری ایشان نداشتن، دستگاه سرکوبگری که به شکلی که امروز وجود داره اون موقع لازم نمیدیدن، چون مردم هنوز اون شور و هیجان که یک آدمی را که خودشون انتخاب کرده بودن مثلا، ولی چون شناخت نداشتن انتخاب کرده بودن و نیاز نمیدیدن که این همه نیروهای امنیتی داشته باشن، ولی به مرور زمان که مردم آگاهی پیدا کردن و با فکرشون آشنا شدن و دزدی‌ها و چپاول‌هایی که در کشور انجام شد، دستگاه‌های سرکوبگر زیادی در موازات هم تشکیل شدند. مثلا وزارت اطلاعات به عنوان تشکیلات اصلی و مادر، واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، واحد اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی، واحد اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همه اینا پلیس‌های امنیتی یا ارگان‌ها و نهادهایی بودن که تشکیل شدن فقط برای سرکوب مردم. وقتی حالا با نگاه گذرا وقتی به این نهادها میندازیم میبینیم که در حال حاضر ما 16 تا نهاد متفاوت که به موازات هم فقط برای سرکوب و خفقان جامعه و خفقان ایجاد کردن جامعه تشکیل شدن. در رژیم گذشته هم همینطوری بود. مثلا به موازات فعالیت‌هایی که در بخش سوم ساواک داشتیم، چندین دستگاه امنیتی به موازات اون برای حفظ تاج و تخت پادشاهی فعال بودند. مثلا سازمان اطلاعات امنیتی کوک، این سازمان یک نهاد مخفی بود که به دستور خود محمد رضا شاه پهلوی در سال 1331، یعنی قبل از اینکه ساواک تشکیل بشه، به دستور محمد رضا شاه پهلوی توسط سرلشکر حسن پاکروان و سپهبد حاج علی کیا برای کنترل ارتش به وجود اومد. مشی این سازمان شبه فراماسونری، ضد کمونیسم و وفاداری مطلق به شاه بود که در تمام نیروهای مسلح ایران عضو داشت. مرکز سازمان کوک در یک خونه در خیابون بهشت نزدیک دانشگاه تهران بود که مراسم تحلیف عضوگیری اون به این صورت بود که یک عضوی که در این سازمان بود
اشخاصی را که میشناخت معرفی میکرد که البته این شخص اولی خودش دارای اعتبار بود اونجا، یه شخص دیگر را معرفی میکرد، یه عده در مورد گذشته سابقه این آدم تجسس و تحقیق میکردن. وقتی برای اونا مسجل میشد که این آدم لایق این هستش که وارد این ارگان بشه، اینا رو میبردن در یک اتاقی که البته اینا گفته‌های خود تیمسار حسن علوی‌کیا هستش. ایشون میگن که اتاق تاریکی بود که با یک جلد قرآن مجید و تصویری از شاه و یک شمشیر مزین شده بود. اعضای جدید یک متنی رو میخوندن که نشون دهنده وفاداری اونا به شاه بود. ارتباط اطلاعاتی خبررسانی خیلی قوی داشت که سرتاسر کشور را با مرکز و دربار ارتباط میداد. بعدن که ساواک تشکیل شد و شروع به کار کرد، این سازمان یعنی سازمان کوک هم هنوز فعال بود و نیروهای اطلاعاتی و جاسوسیش قابل اعتماد بود و تبدیل به یک گروه قابل اعتنایی تبدیل شده بودن که فعالیت‌هاشون اساساً در موازات فعالیت‌های ساواک بود. مرکز اطلاعات و پایگاه خبررسانیش به طور مستقل اخبار و اطلاعات فعالیتی خود را به مرکز گزارش میداد. در زمانی که ناآرامی‌های پیش از انقلاب به اوج خودش رسید، شاپور بختیار که تازه نخست وزیر شده بود، یکی از اولین اقداماتی که انجام داد انحلال ساواک بود. قبل از اینکه ساواک ایشون منحل بکنن، به فرمان شاه برای اینکه بخوان مردمی را که به هر حال انقلابی شده بودن و توی خیابون‌ها بودن و شعار مرگ بر شاه هر روز بلندتر میشد، برای اینکه بخواد مردم رو ساکت بکنه، به بختیار دستور داد که رئیس قبلی ساواک نعمت الله نصیری بود و در اون زمان سفیر ایران در پاکستان بود فرا بخونه. وقتی که نعمت الله نصیری را به ایران فرا خوندن، برای اینکه مردم رو با ساکت‌تر بکنن، ایشونو زندانی کردن که بعد از اینکه انقلاب شد به حکم خلخالی نعمت الله نصیری اعدام شدن. و البته با وجود اینکه نه تنها نعمت الله نصیری که رئیس ساواک بود، یه سری از افراد دیگه‌ای که در ساواک فعالیت داشتن هم بعد از انقلاب توسط خلخالی و دادگاه انقلاب محاکمه و اعدام شدند. ولی با این وجود مثلا تیمسار مقدم، آخرین رئیس ساواک شاه، که به همراه بسیاری از اعضای رد پایین و میانی ساواک در تشکیل وزارت اطلاعات و سازماندهی اون با جمهوری اسلامی همکاری کردند. یکی از اون همکاری‌هایی که حالا در تاریخ روایت شده و میگن قتل شهریار شفیق پسر اشرف پهلوی در نخستین سال پس از انقلاب، که با یک شایعه همراه بود. اون شایعه این بودش که میگفتن علی اکبر فرازیان، مدیر کل اداره دوم ساواک، در قتل شهریار شفیق دست داشته. البته بعدها پرویز ثابتی که مدیر امنیت داخلی ساواک بود، در کتاب خودش به نام در دامگه حادثه نوشت شایعه شده که فرازیان در ترور شهریار شفیق دست داشتن، اما من گفتم او چنین جربوزه‌ای نداره. ولی حالا هرچند اگر فرض را بر این بگیریم که این شایعه بوده باشه یا حقیقت داشته باشه، در پشت این شایعه یک حقیقت پنهان هستش. اونم همکاری تعدادی از مدیران ارشد و کارمندای میانی ساواک با حاکمان نوپای جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی البته هیچ وقت نقش ساواک رو در تشکیل نهاد اطلاعاتی یا خودش اعتراف نکرده، ولی بعد از اینکه تشکیل دادن اطلاعات سپاه و اطلاعات تشکیل دادن، بعدها منوچهر هاشمی
عبدالعلی بازرگان، ابراهیم یزدی در خاطرات خودشون به این همکاری صحه گذاشتن. در برنامه امروزمون میخوایم با آقای طهمورث زمانی در مورد عملکرد و عاقبت این سازمان مخوف مافیایی با هم صحبت کنیم. آقای زمانی، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در این برنامه با ما هستید. با سلام به شما و تشکر. خواهش میکنم آقای زمانی. اگه ابتداعا چیزی میخواید بگید آقای زمانی بفرمایید که من سوالم رو بپرسم از شما. من فقط در این صحبتایی که شما میفرمودید یه جمله‌ای گفتید خیلی تکان دهنده بود. گفتید که ثابتی گفته که در مورد قتل شهریار شفیق و 1 سال بعد از چون ایشون در نیروی دریایی نفوذ داشت و عوامل جمهوری اسلامی رفتن در پاریس و کشتنش. آقای ثابتی میگه آقای علی اکبر فرامرزی فکر نمی کنم جربوزه این کار را داشته باشه. اینا قتل را جربوزه میدونن. این خیلی حرفه، یعنی طرز تفکر این اشخاص رو میرسونه که همین ایشون خود آقای ثابتی عامل قتل جزنی و در 12 نفری که همراهش بودنه و گل سرخی و دانشیان و افراد بسیاری ایشون با پرونده سازی و چه به طور مستقیم کشت. ایشون کشتن را جربوزه میدونه. این خیلی تکان دهنده است که یک انسانی که سالها الان در آمریکا نشسته، در به قول خودشون مهد دموکراسی نشسته، هنوز قتل‌های مافیایی، قتل‌های جنایات این گونه را جربوزه میدونه. این جمله بود که خواستم ما بین پرانتز به شما بگم. بله میفرمایید شما. خیلی ممنون، مرسی. بله متاسفانه اینطور هستش. به قول شما گرفتن جان مردم یا گرفتن جان انسان برای اینا جربوزه یا شهامت هستش. آقای زمانی، در برنامه‌های گذشته با شما و یه دوست دیگه در مورد پلیس امنیت با هم صحبت کردیم و اینکه این پلیس در مورد پلیس سیاسی دوره رضاشاه و عوامل جنایتکاری که در اون زمان برای افراد پرونده سازی می‌کردن و که اونا رو بتونن راحت متهم کنن، حتی خیلی از شاید کسایی که روزنامه‌نگار بودن، نویسنده بودن، قلم می‌زدن، ولی با خیلی راحت با پرونده سازی میتونستن یه حکم خیلی بالایی برای اونا باعث بشن که صادر بشه. میخوام بدونم که بعد از اینکه دولت یا حکومت رضاشاه سرنگون شد، چه اتفاقی برای این اشخاصی که تو اون دوره کار میکردن چه سرنوشتی پیدا کردن؟ یعنی میخوام ببینم کسایی که در اون دستگاه پلیس امنیت رضاشاه کار میکردن در دوره بعد دوباره برای پسرشون کار کردن و جذب ساواک شدن یا اسم عوض کردن و هنوز فعال بودن، چه اتفاقی برای این اشخاص افتاد؟ ببینید در زمان خود رضاشاه اینا یه شبکه‌ای درست شده بود وسیله پلیس یا تأمینات که در تمام شهرها با رؤسای شهربانی همه کاره بودن. برای مردم پرونده درست میکردن، مردم رو میچاپیدن به طور مستقیم و غیر مستقیم و همچنین ارتش خود رضاشاه در مورد ایلات و عشایر اینا جنایت‌های زیادی انجام دادن و یه حالت مافیایی درست کردن که کسی جرأت جیک زدن نداشت. هزاران شخص را دستگیر میکردن. مثلا در زندان رضاشاه یک اتاقی بود که به نام اتاق قباله‌ای‌ها معروف بود. یعنی افرادی را میگرفتن، اموالش رو میخواستن ازشون بگیرن، طرف مقاومت میکرد، میآوردنش زندان، بعد از یه مدتی بیچاره مجبورش میکردن، یعنی که مجبور میشد که امضا کنه قباله را یا به قیمت خیلی پایین بفروشه یا اینکه هدیه کنه به رضاشاه. این سیستم را اینا ایجاد کرده بودن که خفقان کامل ایجاد کرده بودن و مردم اصلا جرأت این نداشتن که حرفی بزنن. بیشترین زمینهای مرغوب شمال را رضاشاه برده و توجیهش هم بعدها، البته این توجیه را پسرش بعدها کرد که پدرم این املاک را صاحب میشد چون میترسید که روسا بیان اون املاک را بگیرن.
و اون مردمی که صاحب اون املاک هستن مقاومت نکنن. حالا تاریخ نشون داد که پدر ایشون چقدر مقاومت کرد در جلوی روسا. یه همچین توجیهاتی هم در این چیز دارن. ایشون یه رئیس شهربانی داشت به نام آیرام پسرش با خواهر زن رضاشاه ازدواج کرده بود، این که به هم خیلی هم نزدیک بودن. آیرام از زمین‌های مرغوب و پیدا میکرد، یه سریشا خودش میچاپید، یه سریشا برای رضاشاه درست میکرد. اینا تو اطرافیان رضاشاه اینطور بود که بیشترشون بعد از یه مدت میدونستن که مورد غضب واقع میشن. همونجور که هفته قبل آقای قهرمانلود صحبت کرد، خود رضاشاه از لحاظ روانی ثابت نبود، یعنی آدم درست چیزی نبود که فکر صحیح داشته باشه، مشکلات روانی داشت. ایشون به همه مشکوک میشد. خود آیرام مثلا یه نمونه خیلی جالبیه. آیرام چندین سال رئیس شهربانی بود، فامیل رضاشاه بود. بعد در یه مقطعی حس کرد که داره این شخص بهش مشکوک میشه و املاک زیادی هم خودش به نام خودش و به نام رضاشاه و اینا کرد، خوشخدمتی هم زیاد کرد. یک دفعه حالا شروع کرد به نشون دادن که من نمیتونم حرف بزنم، عبعبع میکرد و همه جا نشون میداد که مشکل زبان پیدا کرده. به این وسیله رفت به خارج از ایران، رفت به آلمان. در آلمان که بود رضاشاه متوجه شد، یعنی از طرف سفارت بهش گفتن آقا ما تحقیقات کردیم، ایشون نه در بیمارستانی جایی بستری است و نه مشکل بیان داره، بسیارم راحت صحبت میکنه. آمد رضاشاه یه نامه‌ای برای این داد که فلانی برگرد که به وجود تو خیلی احتیاج داره. آیرام برای رضاشاه نامه فرستاد که من به مبلغی پول احتیاج دارم که خرج بیمارستان و این مخارج ما بدم و چشم خدمت میرسم. رضاشاه مبلغی براش فرستاد که اون مبلغ هم خورد و هیچ وقت هم نیامد و نزدیک 20 سال 15 تا 20 سال بعد از اونم زنده بود و آخرم در لیختنشتاین فوت کرد. یه همچین افرادی دور و بر رضاشاه بودن. آخرین رئیس شهربانیش سرپاس مختاری بود. اینا جنایت‌های زیادی کردند، چه در مورد مسائل سیاسی افراد سیاسی رو می‌کشتن و چه در مورد مسائل اقتصادی اینا جنایت می‌کردن و افراد اموالشون رو به زور می‌گرفتن. بعد از اینکه رضاشاه متواری شد، مردم در اون شوکی بودن که یه دفعه کشور در اختیار دول خارجی قرار گرفت. مردم نه نظری داشتن نسبت به این موضوع که مثلا چرا پادشاه ما نجنگید، اصلا نه طرفدار رضاشاه بودن، نه ارتشی داشت که بتونه بجنگه. اون ارتشی که همش صحبت میکرد که این ارتش من ظفرنموده و همه کار انجام میده، به 2 ساعت هم نکشید که رئیسش نخجوان سربازا رو مرخص کرد و گفت سربازای وظیفه به درد نمیخورن، ما باید سربازای پیمانی داشته باشیم. اونم زمانی که جنگ شروع شد اینا متفقین وارد کشور شده بودن که رضاشاه این کتک مفصلی هم زد. حالا منظور این که ایشون موقع از کشور رفت بیرون، مردم در یه شوک بودن، نمیدونستن چه بکنن، چون در قبل قبایل و عشایر ایرانی همیشه مبارزه میکردن با حساب کسایی که به کشور هجوم می آوردن. شما مثلا در جنگ جهانی اول همین رئیس علی دلواری اینا همه مقاومت کردن در مورد نفوذ انگلیس‌ها ولی در این زمانی که ایشون در قدرت بود، چون همه را سرکوب کرده بود کسی نبود. بعد که آقای رضاشاه را بردند، یعنی آخرین چیزش هم اتفاقا خیلی مسخره است و واقعا تحقیرآمیزه. خود ایشون روز آخرش که فهمید روسا از شمال دارن به قزوین نزدیک میشن، سراسیمه شد، درخواست کرد که با آقای فروغی را طلبید به دربار. فروغی نیامد، گفت من بیمارم نمیام. این آدم مستبدی که کسی را آدم حساب نمی‌کرد، خودش اینا رانندش میگه، آقای بهبودی اینا که همراه بوده، میگه که آقا ما رفتیم، رضاشاه رفت پیش آقای فروغی و حتی در منزل فروغی را در که زدیم ما، بچه‌های اسدی را باز کردن. اسدی داماد فروغی بود که تولیت آستان رضا را داشت و با فرمانداری که از طرف رضاشاه در اونجا بود مشکل داشتن
در اون مقطع یک شیخی نام شیخ بهلول آمد یک تظاهراتی را انداخت و یه اعتراضاتی کرد به کشف حجاب رضا شاه و متحدالشکل شدن لباس مردم. یه تیراندازی شد، چند نفر کشته شدن. بهلول فرار کرد، همون آخوندی که باعث این فتنه بود. اون فرماندار نظامی از موقعیت سوء استفاده کرد، گفت این با آقای اسدی برده قایمش کرده. به رضا شاه گزارش دادم، رضا شاه اسدی را دستگیر کرد. اسدی یه نامه‌ای نوشت برای پدرزنش آقای فروغی که اون موقع نخست وزیرم بود که آقا شما یه کاری کن. اونم برداشت نوشت که آقا پیش شیر در خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای. این نامه به دست رضا شاه افتاد، فوراً اونا اعدامش کردن اسدی را. در صورت ایشون همون شبانه رفت پیش آقای فروغی. جلوی فروغی شما یک پادشاه مملکت نگاه کن با اون عظمتی که براش تراشیده بودن، جلوی فروغی نوکرمه‌آبانه ایستاده، میگه آقای فروغی برای من چه میتونی بکنی؟ فروغی میگه برای شما دیر شده، برای شما من دیگه کاری از من بر نمیاد، ولی ببینم برای پسرت چی میکنه. که رضا شاه بلند میشه ازش تشکر میکنه، میگه همین که شما بگید که من کاری انجام میدم من دل محکم میشم و من اینا به شما میسپارم و میرم. اون آدمی که میگفتم رضا شاه کبیر، رضا شاه فلان، اینقدر ایشون کوچیک و محقر بود که آمد جلوی یک عامل انگلیس که آقا منو برام یه کاری کن بمونم در قدرت. نگفت من می جنگم. الان شما همین ماجرای اوکراین شما ببینید، الان این آقای زلنسکی داره چندین روزه دارن می جنگن. حالا درست و غلطی شما بحثش جداگانه است، ولی اگر شما فکر کن هنوز روسا وارد نشدن، زلنسکی رو بنشونش توی ماشین ببرش لب مرز تحویلش بدن، چه شخصیتی ایشون میتونه داشته باشه؟ بعد از اینکه ایشون رفت از مملکت بیرون، یعنی خودش متواری شد، سریعا خودش رسوند به اصفهان، زن و بچه‌ش هم جلوتر فرستاده بود. در اونجا افسر انگلیسی شد. آقای زمانی لطفاً به سوال من واضح جواب بدین. من میگم که مطلب شما میره. اینکه بله خواهش میکنم، اینکه چه اتفاقی برای کسایی که باهاش کار میکردن افتاد؟ بله، پلیس سیاسیشون بعد از خروج رضا شاه از کشور اصلا پاشید. یعنی افرادی که درگیر این مسائل بودند و زندانها رو میچرخوندن، یه عدهشون متواری شدن. شخصی مثل مختاری، سرپاس مختاری که اون آخرین رئیس شهربانی بود، در حال فرار بود که فروغی با فشار مجلس اینو مجبور شد دستگیرش کنه. افرادی مثل پزشک احمدی که به حساب به ملت آمپول هوا میزدن، اینا فرار کرده و رفته بود به عتبات که در اونجا دختر تیمورتاش، ایران تیمورتاش رفت دنبالش، اون رو دستگیرش کردن و آوردنش. بیشتر نفرات بر اثر شکایت فامیل سردار اسد و فامیل نصرت الله فیروز و فامیل فرخی یزدی، اینها دنبال قاتلین بودن. میگن مردم عادی و اینا بیچاره اصلا قدرت اینا نداشتن و فکر اینم نداشتن و اصلا انقدر توسری اینا خورده بودن که اصلا جرأت نداشتن حتی بعد از بیرون رفتن دیکتاتور هم دست به اقدامی بزنن. ولی با همت این افراد یه عده دستگیر شدن که شاملش 14 افسر شهربانی بود، افسر و ماموران شهربانی بود و سرپاس مختاری و همون پزشک احمدی. تمام اینا به دادگاه فرستاده شدن و شما متوجه باشید که بعد از رضا شاه پسرش رو آوردن بود. پسرش البته اوایل قدرتی نداشت، ولی اون عامل انگلیس که آقای فروغی بود ایشون رو به قدرت نشونده بود. اونها زیاد علاقمند نبودن که اون دستگاه سیاسی رضا شاه زیاد اون جریان هم بخوره و بوش بلند بشه، چون خود انگلیس ها اینا رو حمایت کردن و به قدرت نشونده بودن. از این گروه آقای سرپاس مختاری رو به 8 سال زندان دادن و بعد از چند سال هم از زندان آزاد شد. بعدها ایشون شد سناتور مجلس و از افراد دیگه هم که جنایت کردن که اصلا دستگیر نشدن، مثلا همین آقای امیر احمدی بود که اون همه جنایت در کردستان انجام داد، ایشون اصلا دستگیر نشد. تشکیلات بسیار زیادی هم در ایران داشت، املاک بسیار زیادی در تهران داشت، مرد صدکنتور معروف بود و اونم بازم در چندین بار وزیر جنگ شد. بعد در کابینه فروغی و کابینه‌های بعد خود محمد رضا شاه
و آخرا هم که اینا بیکار که میشدن سناتور انتصابی میشدن، در مجلس سنا میخوردن میچاپیدن و میگشتن. از این گروه تنها کسی که اعدام شد اون افسرها دیگه هم هر کدوم حبسای سبک گرفتن که بعد از یه مدتی بخشیده میشدن. آقای پزشک احمدی بود که پزشک احمدی را به دادگاه که آوردن در محاکمش وکیل ایشون آقای کسروی بود که کسروی هم اعلام کرد که آقا این شخص عامل قتل نیست، افزار قتله. خودش میگفت کسروی بسا بحثش در این بود که یک قاتل قصد قتل میکنه، یه نظری داره، یه مشکلی داره، میره شخصی رو میکشه. ایشون با اون افرادش مشکلی نداشت. البته کسروی با زرنگی داشت میخواست بگه که آقا اون افرادی که دستور به این دادن مقصرن و همینم بود. خود آقای احمدی شکایت کرد از کسروی که تو شما چرا خوب از من دفاع نمی کنی. پزشک احمدی هم مثل جالبی من به شما بگم، یه آدمی بود بسیار مذهبی، یه کتاب دعا همیشه جیبش، یه کیف هم داشت که آمپول در اون کیف بود و یه کتاب دعا، و خودش میگفتش که من پدرم سید، مادرم از علویانه و یه همچی آدمی که جنایت نمیتونه بکنه و هر دفعه هم کسی را میکشت میآمد کلی دعا میخوند که این به روح شهداش برسه، این خدمتی که به حساب اسلام انجام داده، به دولت انجام داده، چیز مقدس میدونست. بعد روزی هم که بردنش اعدامش کنن خودش در پایدار آخر فریاد زد که آقا رئیس من سرپاس مختاری و رضا شاه بودن. قبلش تو دادگاه تکذیب میکرد، میگه اصلا یه همچه آدمی سید که آدم کش نمیتونه باشه، من به این مسلمانی، من مسلمانه به این پاکی که نمیتونم آدم بکشم، من نمازم تا حالا ترک نشده، روزم هم گرفتم. از این راه وارد شد ولی به جایی نرسید. بعد که حکم اعدامش آوردن و خواستن به بالا بکشنش، بنا کرد فریاد زدن که آقا آمرین کسای دیگه بودن، تا آمد صحبت کنه دیگه اعدامش کردن. تنها اون اعدام شد، بقیه از رهایی پیدا کردن از مجازات. خب آقای زمانی، در زمانی که در انقلاب 57 هم دقیقا همین اتفاق افتاد، یعنی در زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد، خب باز هم کسایی که تو اون دوره به ساواک فعالیت داشتن، وقتی انقلاب 57 به وقوع پیوست، الله خمینی اومد سر کار، از کسایی را که توی ساواک بودن، درسته که یعنی اتفاقی که افتاد همون زمان حتی مردم رده های پایین ساواک که وقتی تو خیابون میدیدن، خب دوست داشتن که اینا توسط معرفی میکردن یا اینکه حتی میگرفتن اینا را به تحویل نیروی انتظامی اون موقع میدادن، که خب همین اتفاقها، روند اتفاقها باعث شد که خلخالی حاکم شهر خمینی 3 تن از کسایی را که رهبران اصلی ساواک بودن، مثلا حسن پاکروان، نعمت الله نصیری و ناصر مقدم، و همون موقع حکم اعدامشون رو بده و اعدام بکنه. و یا اینکه حتی تو جراید اون زمان چاپ میشد که مردم توی شهرهای مختلف به خاطر جدی که ایجاد شده بود، مردم خودشون این کار رو میکردن که اینا را توی خیابون شناسایی میکردن، یا کسایی که توی زندان ها بودن، شکنجه شده بودن، با چهره اینا آشنا بودن، شناسایی میکردن و معرفی میکردن. ولی با تمام این اتفاقهایی که افتاد، باز هم ما میبینیم که بعد از انقلاب همکاری که بین ساواک و اطلاعات جمهوری اسلامی که بعداً تشکیل شد که پایش هم توسط همین ساواکی ریخته شد، باز هم فعالیت داشتن. خب علت این اتفاقات چی بود؟ با وجود اینکه سرانشون کشته می شدن یا مردم حتی با اینا رو شناسایی میکنن، ولی با این وجود بازم تعدادی بودن که باعث شدن که خب پایه دیگه ای از همین جنایتکارها دوباره برپا بشه و دار درفششون رو اونا به پایش رو بریزن و بسازن. علت اینا چی بود؟ ببینید، ساواک زمانی که در 1335 پایه‌گذاری شد به وسیله افسرهای انگلیسی و آمریکایی و اسرائیلی بود که پایه ساواک بر این مبنا گذاشته شد که یه جریانی ضد کمونیسم بود و با آخوند و اینا کسی مشکلی نداشت، چون آخوند اصلا مشکلی نبود در جامعه اون زمان. اینها جریانی بود که میبایست در ایران عین جریاناتی که در آمریکای لاتین داشتن آمریکایی‌ها با کمونیسم به مبارزه وارد شه. و ساواک بخش‌های مختلفی داشت که
بخش 8ش مربوط به ضد جاسوسی بود، چون قبلا مثلا زمان رضا شاه اینا بخش ضد جاسوسی اینا رو خود دولت انگلیس انجام میداد در ایران. جاسوسای انگلیسی بودن، جاسوسای روسی بودن. ایران شبکه‌ای نداشت که ضد جاسوس خارجی بود، فقط شهربانی بود که میزد تو سر مردم. ولی در زمانی که ساواک تشکیل شد بخش‌های مختلف شد که بخش 3ش مربوط بود به امنیت داخلی. اون بخش 3 بود که با مردم طرف بود، اون بخش 3 بود که شکنجهگر داشت و مردم را شکنجه میکرد. وگرنه بخش 8 که اصلا ربطی نداشت. بخش 8 فقط دستگیر میکردن، جاسوسی کسی را دنبالش میگرفتن، پیداش میکردن، دستگیر میسپردن به دستگاه اطلاعاتی کشور، به قسمت‌های دیگه که مربوط بود به محاکمه و بازجویی این شخص. اصل اون جریانی که ضد چپ بود و برای کوبیدن چپ بنیانگذاری شده بود بخش 3 بود که آقای پرویز ثابتی همه کارش بود و این شخص تا زمان انقلاب در رأس قدرت بود و چند ماه مونده به انقلاب از کشور خارج شد. کل این سیستم زیر نظر آمریکایی‌ها بود. آمریکایی‌ها تا آخرین لحظه میخواستن برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم این را حفظ کنن جریان را. و خود دولت بازرگان هم که روی کار آمد دولتی نبود که نخواد از اینا استفاده کنه، فقط اون بخش 3ش باش مشکل داشتن که علنا ملت را شکنجه میکرد. اونم باز گفتم جریانات چپ براشون مهم بود، وگرنه آخوند را اینا شما در کل زندان‌ها بیگشتی ممکن بود 2% آخوند پیدا نکنی، یا طرفدارای آخوندون مثلا طرفدارای شریعتی و اینا همه کلش رو جمع میکردید 3% 4% هم نمیشد. بقیه‌اش یا جریان چپ بود یا مجاهدین بودن که مجاهدین هم باز رفته بودن چپ شده بودن عده زیادشون. به خاطر همین آخوند را اینا بیشتر میفرستادن به تبعید، اصلا حکمای سخت با آخوند نمیدادن. مثلا میگفتن آقای قفاری پدر همین هادی قفاری را پاهاشو عرضه کردن. خود آقای شجونی که آخوند بود گفت آقا این بغل من بود پای من مرد، ریشش تراشیده بودن، ایشون از شدت عصبانیت سکته کرد چون ریش تراشیده بودن، بیچاره عادت نداشت به این موضوع. اینه که این افراد اصلا در معرض چیز ساواک نبودن. به خاطر همین بعد از اینکه انقلاب شد دولت بازرگان اینا به توصیه آمریکایی‌ها، چون قبلا آمریکایی‌ها با بهشتی، با بازرگان، با اردبیلی اینا همه صحبت کرده بودن، جریانات اینها همون دکتر یزدی اینا در پاریس که بودن با آمریکایی‌ها صحبت می‌کردن. آمریکایی‌ها مشکلات چیزای زیادی در ایران داشتن که نمی‌خواستن دست روسا بیفته. به خاطر همین علاقمند بودن که ساواک را اون بخشایش که در چیز شکنجه و اینا دست نداشته و بخش غیر بخش داخلیش رو بتونن حفظ کنن. به خاطر همین آقای فردوس را گذاشتن در ایران موند. فردوس وگرنه مثل افراد دیگه همه فرار کردن. شما چند نفر حتی افراد وزرایی هم که مشکلات اقتصادی داشتن فرار کردن، ولی یه آدمی مثل فردوس که قائم مقام ساواک بود مونده بود تو ایران و تا آخرین روز انقلاب هم که روزی که انقلاب شده ایشون هر روز میرفت دفتر کارش. ایشون ساواک را حفظ کرد و منتقل کرد به رژیم بعدی که خود آقای مقدم که رئیس ساواک بود در اون مقطع، تیمسار مقدم، این را بازرگان بهش قول داده بود که آقا شما رئیس ساواک بعدی خواهی شد. بعد شما یه شخصی بود به نام فربد که با اینا همکاری میکرد، از ارتشی‌های قدیمی بود که با اینا کاملا همکاری میکرد، به جز افرادی که از خود ارتش شاه که به حساب فرمانده‌های لشکر بودن که با خمینی اظهار ارادت کرده بودن. افرادی مثل قرنی اینا بودن که قبلا سابقه کودتا داشتن و زمان شاه دستگیر شده بودن، مدت‌ها زندان بودن. در این رژیم یک دفعه اینا رو آمدن. یعنی به شما بگم عوامل آمریکایی و عوامل روسی در حال زد و خورد با هم بودن در این پروسه‌ای که انقلاب داشت انجام میشد. آقای قرنی را زمانی که به قدرت رسید و شد فرمانده ستاد ارتش، چند ماه بعدش کشتنش. گروه فرقان کشتن. یه جریانی درست شده بود به نام فرقان که این هیچ سر و تهش مشخص نبود، علت کشتن انسان‌ها مشخص نبود، اینا افرادی میکشت مثل مفتح و کشته شد.
اما مطهری را کشت، در صورتی که مطهری و نمیدونم حسین نصر و اینا همه جزء دسته فرح پهلوی بودن. جریاناتی در حال مبارزه با هم بودن که همدیگه رو حذف میکردن. جریانات روسی جریانات آمریکایی حذف میکرد، جریانات آمریکایی جریانات روسی رو حذف میکرد. آمریکایی‌ها سعی میکردن اون قسمتی ساواک را که مربوط به بخش خارج و ضد جاسوسی رو حفظ کنن. اینه که از طریق دولت بازرگان اینا رو حفظ کرده بودن و اینا همه هاشمی تبار اینا همه تو ایران مونده بودن. رئیس بخش 7 و اینا هیچ از کشور خارج نشدن. فقط اون بخش 3 بود که خارج شد، چون بسیار بدنام و یعنی نمیشد اون رو به هیچ طریقی هضمش کرد. یه سری عوامل جنایتکار و لات و لوت و به قول آخونده اشقیا بودن. اینا رو متواری شدن. یه عدهشون یکی دو چند تاشون هم مثلا آرش و تهرانی کشته شدن، یکی و کمالی و این تیپاشون داخل ایران ویلان بودن، بقیهشون یه سریشون رفتن انگلیس. مثلا منوچهری در انگلیس کشتنش و اعلام کردن که دولت کشت، دولت ایران فرستاده محمود کشته، در صورتی که این حرفا نبود. تغییر چیز میدادن به اینا، صورت میدادن میفرستادشون آمریکا. ساواکی‌های دیگه هم همه اعلام کردن اسرائیلن، در صورتی که به ما راه غلط نشون میدادن، اینا اسرائیل نبودن، از طریق انگلیس میرفتن به آمریکا و همه با شناسنامه جدید با صورت جدید زندگیش رو ادامه میدادن. اینه که اینها سعی میکردن این ساواک را حفظ کنن، ولی در زمانی که دولت بازرگان سقوط کرد این از بین رفت این موضوع. یعنی اون جریان چپ، جریان طرفدار روس غلبه کرد بر اینا. موسوی خوئینی ها اون دسته آمدن جریان طرفدار آمریکا را حذفش کردن به اون صورت. آقای زمانی، شما توی صحبتاتون هم گفتین که در زمانی که ساواک تشکیل شد، البته طبق اسنادی که از کتابخونه کنگره آمریکا هم بیرون اومده، اینه که ساواک زیر نظر سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا سازماندهی شد. آیا وقتی دولت جمهوری اسلامی هم اطلاعات جمهوری اسلامی اطلاعاتش رو داشت راه اندازی میکرد، با وجود اینکه ما خب همیشه آمریکا را به عنوان یک دشمن و همینطور اسرائیل به عنوان برای شعارهایی هستش که از وقتی که ما یادمون میاد شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل همیشه وجود داشته، آیا وقتی اطلاعات جمهوری اسلامی هم تشکیل میشد باز هم از این دولت‌های خارجی استفاده میشد، یا همین ساواک نماینده اونا به عنوان کسایی که خب به کارها وارد بودن، به امورات وارد بودن استفاده شدن؟ ببینید افرادی که مونده بودن در اونجا خود آقای فردوسته. فردوست نماینده ساواک بود و نماینده آمریکایی بود در ایران. بعد افراد دیگه هم بودن که حتی از آمریکا خود آمریکایی ها بودن که از آمریکا می آمدن برگشتن داخل ایران که با سر مسائل شروطهایی که اینا در مرز داشتن اون آمریکایی ها برگشتن به ایران. حتی در مورد جنگ ایران و عراق هم با به ایرانی ها اینا اطلاعات دادن، در اختیار یزدی قرار دادن. ولی میگم تا آمریکایی ها همکاری میکردن با اینا تا زمانی که دولت بازرگان رو کار. دولت بازرگان یه دولت منطقی بود، یعنی میگفت آقا قوانین بین‌المللی را اجرا کنیم. شاه هم سقوط کرده، آمریکا هم هیچ قصد علاقمندی و عشق و معشوقی با شاه نداشته، دنبال منافعشون هستن. ما اگر منافع اینا تامین کنیم به موردی که به نفع خود ما هم باشه، رابطه با آمریکا هیچ اشکالی نداره. آمریکا هم آمد اعلام کرد که آقا من با شما مشکلی ندارم، من دنبال برگردوندن شاه هم نیستم. مثلا شاه بنده موضعی بود. اینجور نبود که اینا با شاه عهد اخوت بسته باشن و بخوان تا ابدالدهر با هم. این هم چیزی اصلا در سیاست ما نداریم که کسی با کسی دوستی داشته باشه. مسئله منافع است. شاه رفته بود، بازرگان گفت آقا میتونیم با رژیم جدید، ما احتیاج به جهان داریم، احتیاج به داد و ستد داریم، ادامه میدیم، و احتیاج به ساواک داریم، ما احتیاج به وزارت اطلاعات داریم. و همین هم بود که دولت بازرگان سریعا برخلاف اینکه بختیار ساواک را منحل کرد، بختیار بیشتر مورد نظرش بخش 3 ساواک بود چون جنایتکار بودن، ولی بازرگان میدونست که برای جلوگیری از نفوذ شوروی باید بخش 8 ساواک را و ساواک وزارت اطلاعات را فعال کنه. منتها اون بخش امنیت داخلیش که مربوط به حفاظت از خاندان سلطنت بود اون از بین باید بره، که اون از بین رفته بود و افرادش هم متواری بودن و یه دشون هم اعدام شد. ای زمانی، باز شما توی صحبتاتون در مورد وجود دستگاه شنود که توی مرزهای شوروی بود اشاره کردین.
سوالی که من اینجا دارم اینه که آیبکس که به معنای بز کوهی اسم رمز شنود و جاسوسی الکترونیکی ارتش شاهنشاهی ایران در مرزهای شوروی بود. در مورد چه اطلاعاتی وجود داره؟ آیا ارتباطی بین این پروژه و بخش 8 ساواک که در دوره خمینی فعال موند وجود داشته؟ آیا این از همین استفاده کردن برای از بخش 8 برای این شنودها استفاده شد؟ و اینکه نقش محمد ولی قرنی در این مورد چه نقشی داشتنشون در این مورد؟ اگه اطلاعاتی شما دارین در مورد برای ما لطف کنید. ببینید، قرنی خب در یه مقطعی رئیس رکن 2 ارتش بود و روابط خیلی خوبی با آمریکایی‌ها داشت و آمریکایی‌ها به شاه اعلام کردند که ممکن است طرف این چون به ما خیلی نزدیک شده و از ما درخواست کرده که ازش حمایت کنیم برای رسیدن به قدرت. این را آمریکایی‌ها به شاه اطلاع دادن، چون مقطع احتیاج نمیدیدن که سیستم ایران رو عوض کنن، چون آمریکایی‌ها همیشه مدل‌های آمریکای لاتین مورد نظرشون بود که بیان یه افسر قدرتمند رو به قدرت برسونن با سیستم‌های پادشاهی. اینا مشکل داشتن، ولی دولت انگلیس طرفدار پادشاهی بود و حفظ پادشاهی. به خاطر همین افسرهایی که در ایران بودن بیشتر یه همچین احساسی داشتن که ما اگر خودی نشون بدیم آمریکایی‌ها میتونن به ما کمک کنن به قدرت برسیم. همین اشتباه را آقای رزمارا کرد. رزمارا هم ادعا داشت که آمریکایی‌ها میتونن کمکش کنن به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. همین پیشنهادی بود که آمریکایی‌ها به سپهبد زاهدی دادن بعد از کودتا. زمانی که کودتا کرد و شاه را برگردون، آمریکایی‌ها باش تماس گرفتن، گفتن آقا خودت قدرت بگیر. این گفت من یه چند روزی باید فکر کنم. چند روزی فکر کرد، گفت نه، من مرد این کار نیستم و خودم اون شاه باشه بهتره. ببینید در زمان شاه جهان دو قطبی بود. یه عده طرفدار به حساب زیر نفوذ شوروی بودن، یه عده زیر نفوذ آمریکا بودن. در این دو قطبی که بود فعالیت‌های جاسوسی شدیداً رواج داشت. در ایران آمده بودن در جنگل‌های مازندران و مرز خراسان که به ترکمنستان نزدیک بود دستگاه‌های شنود خیلی قوی گذاشته بودن که اون قسمتی از شوروی را تحت کنترل داشته باشن آمریکایی‌ها. این را افراد معمولی هیچ کس در جا اطلاع نداشت. رکن 2 ارتش که همین آقای قرنی بود این اطلاع داشت از این موضوع. آمریکایی‌ها آمدن یه شرکتی به نام راکول مبلغ یه قرارداد 5 میلیاردی بست با ایران. به این عنوان کردن، این گونه عنوان کردن که این قرارداد مربوط به شنود جریانات عراقه، یعنی ما ارتش عراق را زیر کنترل شنود بگیریم و از اونها را زیر کنترل داریم، در صورتی که اصلا عراق مالی نبود، مشکلی نبود که بتونن به اینقدر بخوان خرج این بکنن دستگاه شنود. بعد 2 تا هواپیما 330 ارتش گذاشته بودن که در روز چند بار پرواز میکرد بالای همون مرز ایران و عراق و از اونجا میگفتن این دستگاه تمام مکالمات ارتش عراق را ضبط میکنه. و از اون برم در حقیقت این را پروژه‌ای بود که آمریکایی‌ها علیه روسا داشتن، ما میپرداختیم تا اعلیحضرت میپرداخت که اینا چون خود شاه هم نگرانی داشت از روسا، همیشه نگران این بود که اگر روسا حمله کنن چی میشه و همیشه هم با اون ادعایی که داشت ارتش 400,000 نفری داشت. شما ببین الان اگر روسا غیر اتم بخوان حمله کنن به جای، یعنی از سلاح اتمی استفاده نکنن، الان اوکراینیا جلوشو وایسادن. شاه که میگفت من ارتش 400,000 نفری دارم جرئت نداشت که جلوی روسا، اصلا فکر اینا نمیکرد که بتونه 2 ساعت وایسه. به خاطر همین باج به آمریکایی‌ها میداد. آمریکایی‌ها هم گفته بودن، کندی بهش گفته بود که این زیادم خرج ارتش نکن، چون این برای اینا حالت قفل پشت در داره، یعنی تا اونا بشکنن ما رسیدیم کمکتون میکنیم و ما میایم و از سلاح اتمی هم استفاده میکنیم برای بازداشتن روسا. ولی اونا به خاطر کارهای خودشون، میبینید شما همین الان هم مثلا در لهستان اینا آمدن راکت گذاشتن به عنوان اینکه ما داریم مبارزه با ایران میکنیم
و در حقیقت میخوان به روسیه نزدیک باشن. اینی که اون جنگ اون موقع هم بود، اینا آمدن یه همچین تشکیلاتی رو گذاشته بودن اونجا که در زمانی که روسا در شنود اونجا داشته باشن، بعد که رژیم عوض شد، یعنی سیستم از هم پاشید، عوامل روس دنبال این شنودا و دستگاه ها بودن. یعنی یه جنگ خیلی مخوفی در پنهان بود، در جریان بود که مردم عادی، من و شمایی که دنبال انقلاب بودیم و خمینی چقدر صحبتی میکنه و یکی چه چیزی میگه، اصلا دنبالی نبوده که مملکت چه جریاناتی رایش داره میگذره. یه سری جاسوسای روس دنبال اون عوامل شنود بودن که اونا رو منتقل کنن به روسیه. از اون بر آمریکایی‌ها دنبال این بودن که اینا رو اسقاط کنن و ببرن و در یه مرحله هم بردن. تعداد بیشترش آمریکایی‌ها اسقاط کردن و از کشور خارج کردن در زمان همین دولت بازرگان. در اون مقطع فربد چه هم قرنی به اینا خیلی کمک کرد که این باعث کشته شدن خود قرنی هم شد. بعد جالبه که این تشکیلات، همین تشکیلات راکول، زمانی که فعال بود در ایران، 3 از نفراتش با ماشین یه فلکس قرمزی میپیچه جلوی ماشین اینا و از عقب هم یه مینیبوس میاد پشتش پارک میکنه، یعنی اینا رو نگه میداره این ماشین اینا رو. بعد چند نفر میان بیرون ازش، هر 3 کارمند همین شرکت راکول با تیر میکنه که همینا مال عوامل CIA بودن، همه اینا رو میکشن به جز راننده اینا که یه ایرانی بوده. بعد روزنامه های چند وقت بعد شما میبینید که یه روزنامه هست که الان شما گذاشتید، یه قسمتش نوشته که عوامل 3 نفر چیز آمریکایی کشته شد، مال شرکت آمریکایی میگفتن، نمیگفتن اینا عوامل CIA هم به چه کاری مشغولن، یه شرکت آمریکایی اونجا فعاله. و چند نفر هم دستگیر کردن و روحی آهنگرانی و اینا رو به این عنوان اعدامشون کردن. بله این جنگ بود و بعدش هم خود آقای قرنی هم این قیمت را پرداخت که خودش هم جریان همون چیز اینا اعدامش کرد، کشتش، به حساب حمله تروریستیش انجام دادن و خودش کشتن بعد از این ماجرا. اینی که تیمسار قرنی نقش بسیار چیزی داشت در جابجا کردن این وسایل شنود. خیلی ممنون آقای زمانی، لطف کردید و در این برنامه و این افتخار رو به ما دادید که از صحبتاتون، از اطلاعاتتون استفاده کنیم در این برنامه. در انتهای برنامه اگر حرفی دارید، خودتون مطلبی به ذهنتون میرسه که لازم میدونید اشاره کنید بهش، خوشحال میشیم بشنویم که برنامه رو نه فقط اینکه در اوایل انقلاب یه جریانات خیلی مشکوکی در فعال بودن، میگم هیچ کس اصلا سر در نیاورد این جریان، مثل همون جریان فرقان که همین قرنی را کشتن، اینا کامل مشخص نبود ولی اینا همه وابسته به جریاناتی از خارج از کشور بودن و ما هیچ اطلاعی نداشتیم. جریاناتی که وابسته به روسیه بودن، شوروی اون زمان بودن، جریاناتی که وابسته به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بودن، اینا هم در کشور جنگی داشتن، عوامل همدیگه رو از بین می‌بردن، همونجور که قطب‌زاده رو مثلا روسا از بین بردنش چون این شدیداً ضد روس بود قطب‌زاده. بعد اومدن اینا طوری نشون دادن که این موافق روسه، با روسا داره همکاری میکنه، سر جریان شریعت مداری رو نابودش کردن چون برخورد خیلی بدی با سفیر روسیه هم داشت. این سابقه داشته تو کشوری که تحت کنترل خود صاحبان کشور نباشه، اینا جولان میدن دیگه و این جنایت‌ها رو انجام میدن. و تشکر میکنم از شما، دعوتتون لطف کردید. در صورت خواهش میکنم، خیلی ممنون. ما تشکر میکنیم از شما، از همه بینندگان گرامی تشکر و سپاسگزاری میکنیم و ازشون خواهش میکنیم که با لایک و کامنت خودشون ما را همراهی بکنن. این برنامه سیو میشه در یوتیوب، اینستاگرام و کانال آوای بوف منتشر میشه که هم به صورت صوتی هم به صورت تصویری میتونید گوش کنید و ببینید و با پیشنهادات و انتقادات و نظرات خودتون ما را کمک کنید که بتونیم در روزهای آینده برنامه بهتری
داشته باشیم و قدمی کوچیک در آگاهی در مورد تاریخ برداشته باشیم که بتونیم. همیشه میگن که گذشته چراغ راه آینده هستش، که بتونیم با تاریکی هایی که در تاریخ کشورمون وجود داره آگاهی پیدا کنیم و بشکافیم، نور بیاندازیم برای این تاریکی ها، تا بتونیم در آینده اگر دوباره شرایطی جور شد که بتونیم یا این تحولی در جامعهمون ایجاد بکنیم، بتونیم این دفعه قدم‌های بهتر از گذشته برداریم و با فعالیت و با تلاش بهتر و مفیدتری بتونیم این جامعه اسلام زده و فلک زده را از زیر یوغ این ستمگران و ظالمین نجاتش بدیم. و باز هم از شما آقای زمانی تشکر میکنم و از همه بینندگان گرامی نهایت تشکر و سپاس رو دارم و از همه دوستانی که مایل هستن در این برنامه در گفت و شنود با ما شرکت بکنن دعوت میکنم که به آیدی آوای بوف پیام بدن و اگر خواستار شرکت در این برنامه هستن ما به گرمی ازشون استقبال میکنیم. اگر کسانی هستن که در تاریخ این کشور شریک بودن، سهیم بودن، تاریخ ساز بودن، ما خوشحال میشیم که در مورد خودشون، نظراتشون و ایده ها و تجربیاتی که در این جریان تاریخی بودن و داشتن، چه در زمان پهلوی چه در زمان حال حاضر، شرکت بکنن و ما با انتقاداتشون، پیشنهاداتشون، نظریاتشون، تفکراتشون آشنا بشیم که بتونیم این تاریکی ها رو از بین ببریم. با نهایت سپاس از شما را به آگاهی و دانش میسپارم. امیدوارم که روزهای سالم و بهتری را در پیش رو داشته باشید.